واقعا باور نکردنی بود که همکاران من ژاپنی فکر کرده بود که یک کشور دیگه به ایران حمله کرده بوده. الان 3 هفته است که به همه توضیح میدم در مورد ایران. همکاران من گفتن که انقدر که مردم ایران اومدن تظاهرات کردن، چرا دولت هیچ کاری نمیکنه؟ مثلا در ژاپن یک کلم اگه 30 سنت قیمتش بره بالا، مردم اعتراض میکنن که قیمت رو بیارن پایین. بعد دولت هم گوش میدن. بعد گفتن که متاسفانه ایران عین ژاپن نیست. بعد گفتش که چرا میتینگ نمیذارن؟ میتینگ میان، آدمای خودشونو میان هر کاری که دوست دارم بکنم. بعد دیگه که اونا که با هواپیما میرن نیویورک 2 تا ساختمون با هواپیما میزنم، فکر کردی با اونا بتونی حرف بزنی؟ نمیتونی. من هر روز در مورد ایران با همکاران حرف میزنم، حتی میرن دکتر به دکتران حرف میزنم، سوپر میرن در مورد ایران حرف میزنم.